إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن لسان لا يذكر ومن قلب لا يخشى ومن دعاء لا يرفع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا و شفاء من كل داء. پروردگارا، خداوندا، در همه ساعت، در همه مکان، در همه روز، علل خصوص در این روز مبارک، علل خصوص در این ساعتهای اجابت دعا، خدایا خواهان او هستیم که برای ما علم نصیب بگردان که فایده برای ما باشد، فایده برای بندگان خدا باشد، فایده برای دین اسلام باشد. و خدایا برای ما بندگانت زبان نصیب بگردان که همیشه حمد گوینده از برای تو باشد. خدایا برای ما دلهای نصیب بگردان که از ذات تو می ترسیده باشد. و خدایا دعاهای ما را قبول بگردان. پروردگارا، از دلی که از تو نمی ترسد، از زبانی که یاد تو در او نیست، خدایا به سوی تو پناه طلب میکنیم. پروردگارا، گذشتگان این جمعیت ما را رحمت و مغفرت بگردان. خدایا بیماری های تمام مسلمین علل خصوص اهل این جمعیت ما را شفای کامل نصیب بگردان. خداوندا، همه مسافرهای مسلمین علل خصوص مسافرهایی که از جانب این جمعیتند، صحت و سلامت خدایا به خاندان برسان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندوس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين. صدق الله العظیم. برادرای عزیز و گرامی، این آیتی که من الحال برای شما تلاوت کردم از سوره مبارکه دخان هست، آیتهای 51 تا 54 او. و این آیتها نشانداد اوست
و به خاطر من از این سوره مبارکه برای شما تلاوت کردم که برنامه این ساعت ما، موعظه این ساعت ما باز اطراف جنت، نعمتهای جنت و حورهایی که در جنتند. انشاءالله من برای شما، خدا اگر به ما مهلت دهد زبان ما را کشاده کند، برای شما صحبت میکنم. پیش از آنه که این سوره مبارکه را من برای شما، این آیتهای این سوره را از روی گفت مفسرها به گوش شما رسانم، میخواستم در اول یک حدیث را که در صحیح مسلم و راوی این حدیث حضرت عمر ابن الخطاب است، من برای شما قبلا میخواندم به خاطر که این حدیث برای ما یک جمله زیبایی را تعلیم میدهد که اکثر شما این جمله را به زبان میرانید. شاید بعضی شما ندانید که مکان گفتن این، ساعت گفتن این جمله کدام وقت است. و این حدیث دلالت بر این میکند که وقتی ما این جمله زیبا را تکرار میکنیم، حشر جنت برای ما و شما کشاده میشده است. از هر در جنتی که میخواهی برای تو درها کشاده. چه کلمه آسانی هست، چه جمله آسانی هست که خداوند برای بندگان خود این جمله که با آسانی به زبان خود میرانیم برای ما مکافات او حشر جنت است. چگونه که من در حدیث هایی که قبلا برای شما بیان کرده بودم که این گونه جمله هایی که با زبان گفتن اونها خیلی آسان است، حتی برای این گویم انسانی که قرآن خوانم نباشد، حدیث خوانم نباشد، با زبانش با آسانی این جمله ها را رانده می تواند. در برابر این حدیثی که الحال من می خوانم، حدیث های دیگری که من قبلا بیان می کردم که راوی او حضرت ابو هریره بود که حدیثی متفق علیه است: کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. که حبیب خدا، ببینین اینم چگونه که آسان است، سبک است. این حدیثی که الحال از عمر ابن الخطاب که راوی حدیث پیغمبر است من برای شما میخوانم، اینم به مثال همون سبک است که حبیب خدا گفتن دو کلمه هست که اگر بندگان خدا، یعنی اشاره به سوی همه ما و شماست، وقتی اگر ما این دو کلمه را میخوانیم، این دو کلمه حبیب خدا چی آسان به خفیفتان علی اللسان، در زبان شما گفتن این دو کلمه بسیار سبک است. مقصد زبانهای شما در تکرار این دو کلمه هیچ مشکلات احساس نمی کنند، هیچ مشکلات بر زبان شما در گفتن این دو کلمه روبرو نمی شود. این بعض کلمه های هست که انسان وقتی به زبان خود میخواهد تکرار کند یا او را گوید خیلی مشکلات پیدا میکند، لیکن این دو کلمه را پیغمبر خدا گفتن بسیار آسان است. بنده های خدا گفتن اینا برای خود تسبیح کنید، اینا برای خود هر زمان و هر ساعت تکرار کنید که این سبک بر زبان وزنین در ترازوی اعمال روز قیامت. این بشارت ببینید، در روز قیامت ترازوی اعمال این حق است که اعمال ما و شما را وزن میکنن. این دو کلمه از همه عملها دیده گفت پیغمبر وزنین ترند و از همه با خوبترش حبیبتان الی الرحمن. این دو کلمه را پروردگار دوست می‌دارد
ببین وقتی که دو کلمه را که از زبان ما که میبراید الله که دوست می‌دارد، گویندش هم پروردگار دوست می‌دارد. پس اینا چی بودند؟ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. شما این دو کلمه که الله دوست می‌دارد، وزنینی ترازوی اعمال است، سبک بر زبان است. برادر عزیز و گرامی، نابسته از پیرانسالیتان، نابسته از جنس، خواه مرد باشین، خواه زن باشین، خواه دختر باشین، خواه کودک باشین، شما این کلمه های زیبا را تکرار کنین، زیرا اینها فایده برای روز قیامت شما بدهند. در برابر این کلمه های سبک باز حبیب خدا چی گفتند؟ عن عمر ابن الخطاب رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم یقول، حبیب خدا گفته بود است: ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم یقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. ببینید کدام کلمه بود است. وقتی اینا میگفته ایم الا فتحت له ابواب الجنه الثمانیه يدخل من ایها شاء. و زاد الترمذی اللهم جعلني من التوابین و جعلني من المطهرین. حضرت عمر گفتند، عمر چه نامی زیبا دارد و چه شخصیتی بزرگی هست. عمر آنقدر باید محبوبیت در دل ما و شما داشته باشد که در اولادهای ما و شما ببینیم 10 نفر 12 نفر خداوند برای ما و شما نعمت فرزند داده است. باید یکی از فرزندای ما عمر نام داشته باشد، باید یکی از فرزندای ما ابوبکر نام داشته باشد، باید یکی از فرزندای ما عثمان و علی نام داشته باشد. وقتی فرزند نامش که عمر ماندیم، ما که محبتی به عمر داریم، سرگذشت عمر بیشک در ذهن ما و شما به یاد می آید. اللهم ان الله جعل الحق على لسان عمر. حبیب خدا گفته بود عمر کسی هست که زبان او حق میگوید، دل او حق میگوید، جسد او حق رفتار میکند. عمر شخصی هست که حبیب خدا به او اشاره کرده بود هذان السمع والبصر، اشاره به سوی ابوبکر و عمر کرد و گفت این ابوبکر و این عمر چشمها و گوشهای من هستند. اینا چشمها و گوشهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند. همین جنتی که من چند جمعه برای شما اطراف او صحبت دارم، از ناز و نعمتهای او شما را آگاه دارم. حبیب خدا در شب معراج گفتند رأیت قصرا من ذهب، من یک قصر دیدم از طلا بود، از لؤلؤ بود، از مرجان بود، از یاقوت بود، خیلی گویم زیبایی داشت. قصر بود که مثل او قصر در جنت نادر بود، کم بود. فقلت لمن هذا، پرسیدم که این قصر از آن کیست؟ جواب آمد لعمر ابن الخطاب. این قصر که ای حبیب خدا تو از ما را سوال میکنی، این پروردگار برای این مرد جسور، این مرد با غیرت، این مرد دلسوز، این مرد که جانبازی در راه اسلام دارد، برای عمر ابن الخطاب ساخت. وقتی این سخن حبیب خدا از شب معراج گشته آمد نزد عمر، این سخن گفت که من قصر زیبای در جنت دیدم، فاردت ان ادخله فذكرت غیرته. ای عمر قصر خیلی خوش رو دیدم، خیلی زیبا بود، مثل قصر تو قصرها نبود، لیکن وقت اراده کردم که در داخل قصر تو درایم، داخل او را تماشا کنم، غیرت تو ای عمر به یادم آمد، غیرتهای تو به یادم آمد، وارد قصر تو نشدم. لیکن عمر وقت این سخن شنید، این بشارت شنید، حضرت گریه کردند، گفتند علیک اغار یا رسول الله،
آیا من از تو دیده با غیرت هستم؟ انا همون عمر این حدیث بیان میکند. برادر عزیز و گرامی، من که درباره چهاریار برای شما صحبت داشتم. چهاریار از پدر و مادر مانده دیده دوست داریم. هیچ وقت زبان نکشای ما و شما نسبت چهاریار پیغمبر خدا یگان سخن درشت گوییم یا یگان زیر محاکمه و تحقیر اونها را قرار دیم و خدا قسم عبادتامون همش حبطه می شود. زیرا رسول اکرم ولا تسب اصحابی گفتند هیچ وقت اصحاب من زیر دشنام و زیر تحقیر و زیر تنقید و زیر محاکمه شما قرار نگیرد. لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه. زیرا رسول اکرم گفت اگر شما ای بنده های خدا، ای بنده هایی که در عصر 21 زندگی دارین، اگر برابر کوه احد شما در راه خدا اگر تیلا صدقه کنین که تیلای شما با صدها هزار 200,000 تانه برابر باشد، به نصف تیلایی که اصحاب من صدقه کردن در ثواب برابر شدن نمیتواند. از این خاطر ماها صحابه های پیغمبر خدا را دوست می‌داریم. ما دفاع از صحابه های پیغمبر خدا میکنیم، زیرا رسول الله خودش دفاع از اصحابش میکرد. الله الله فی اصحابی، الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی. حبیب خدا تاکید کردند از خدا ترسین، از خدا ترسین، یکی مبادای زبان نسبت چهاریار من شما نکشایین و گوین هرچی گوین زبانتون نکشادین در حقشان خیر گوین، اونا را به خیر یاد کنین. انشاءالله پیشگاه پروردگار در شما مکافات خیلی بلند میگیرین. حتی در جامعه ترمذی دیدم که حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته بوده است اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت الله على شركم. شما وقتی میبینین یک انسان دشنام در صحابه های من دارند، اگه خدا او زبان لال کند که وقتی انسان صحابه های پیغمبر خدا را دشنام میکند، وقتی دشنام کردن شما گوین لعنت خدا باد بر این عملی بده که شما پیشه گرفتین. خلاص حضرت عمر شخصیت خیلی بزرگ بودن، انسان بودن که تمام وجود چون از خدا می ترسید، همیشه پشتیبانی از رسول اکرم کردند. شخصیت بودن که شما ببینید تاریخ میگوید وقتی ابو لؤلؤ مجوسی او را در محراب با چند خنجر در شکم زد، حضرت از محراب دور نرفتند. صدق ببینین، محبت ببینین، ترس خدا را ببینین. روده ها کشال در محراب فریاد زدن عبدالرحمن ابن عوف است. گفتن عبدالرحمن ابن عوف است. گفتن گوید بیاد نماز خواند که کدام سگ مرا گزید. مراد همون دشمن خدا ابو لؤلؤ مجوسی بود. صبح بود، تاریک بود. این شرایطایی که الحال ما و شما یکدیگر را میبینیم در مسجدهای رسول اکرم همچنان شرایطا نبود. قبلا اوی این خواب دیده بود. حضرت عمر صاحب کرامات هم بوده. گفتن عبدالرحمن گویی که به محراب بیاید که کدام سگ ما را گزید. حضرت در زمین زدن، عبدالرحمن آمدن نماز پیش در آمدن، با همین روده های کشال از پشت عبدالرحمن اقتدا کردند. خدا ترسی را ببینین، با همین روده های کشال، با همین شرایط خیلی وزنین نماز از پشت عبدالرحمن ابن عوف خواندن که یکی مبادا نماز از من قضا نشود. امروز ببین بنده های خدا تنی صحت دارند، روده های مستحکم دارند، تنهاشان آنقدر صحت و سلامت است که به همه کار دنیا قادر، لیکن نمازشان را نمیخوانند. بعد از آن وقتی که میگه عمر خانه بردن، حضرت میگه وقتی به هوش آمد، حضرت عباس میگوید جسارت، دوستی، محبت عمر ببینین. وقتی به هوش آمد اولین چیزی که پرسید این بود مرا کی خنجر زد؟ این کاردهایی که در شکم من زدن کی بود؟ گفتن این ابو لؤلؤ کافر مجوسی بود.
وقتی این سخن شنید میگه از جاش تکبیر گفت الله اکبر. میگه حتی بیرون بودگی ها شخصا تکبیر عمر شنیدند. گفتند به سبب آن تکبیر گفتم که هزارها شکر که از دست مسلمان کشته نشدم، امیدم همین بود که از دست کافر کشته شوم و خداوند مرا به این امیدم رسانید. انا همین عمر رضی الله عنه میگوید از پیغمبر خدا شنیدم. من برای چی کمی در اطراف عمر برای شما صحبت کردم؟ به خاطر که دادرای عزیز ما همیشه پشتیبان از این دوستای خدا باشیم. ما هیچ وقت امروز ساعت نیست که و ساعتم کنه، مقصد ما ایمان انسان باید راه ندهد که نسبت این چهاریار پیغمبر خدا، نسبت دیگر صحابه های پیغمبر خدا کسی دشمنی داشته باشد. هیچ وقت برادرای عزیز و گرامی، حضرت گفتن از پیغمبر خدا شنیدم که حبیب خدا چی میگفت؟ میگفت کسی که طهارت میکند، من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطایاه من جسده حتی تخرج من تحت اظفاره. حبیب خدا گفتن در بهترین صورت طهارت کند. برادر عزیز و گرامی، در بهترین صورت، فاحسن به معنای در بهترین حالت طهارت کنین. مثلا شما پیش از جمعه آمدن به گردن شما سنت همین است که شما کلا آبازی کنید، استفاده از صابون ها برید، استفاده از خوشبوی ها برید، بدنهاتون خوشبو کردین، خوب طهارت که کردین. بعد این چی میگوین؟ حبیب خدا گفتن کسی که گوید اشهد ان لا اله الا الله، گواهی میدهم این که الله یک و یگانه است، وحده لا شریک له، یگانه است، شریک ندارد، بی مثل است، بی مانند است، بی ذات است، بی اولاد است، پیدایش او از خود ذات اوست، وحده لا شریک له، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، و گواهی میدهم این که محمد بنده خداست، فرستاده خداست، رسول الله است. همین جمله را کسی میگوید بعد طهارت کردن، حبیب خدا چی گفتن؟ ببینید گفتن بشارت او، جزای او، مکافات او این است که او از 8 در جنت من ایها شاء، از کدام دروازه جنت میخواهد وارد جنت شود. ببینید به یک جمله هم زیبا هم سبوک بعد طهارت ما کجا میریم؟ ما 8 در جنت بالای ما و شما کشاده. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. طهارت را خوب کنین، این جمله را از پسش گوین. این سخن پیغمبر خدا هست، سخن حبیب خدا حق است. ترمذی کمی زاید کردن، گفتن بعد طهارت بعد این جمله را گفتن گوین اللهم جعلنی من التوابین، خدایا مرا از جمله بندگان توبه کننده بگردان، و جعلنی من المطهرین، ما را از جمله شخصانی همیشه پایبند طهارت گردان. اینش هم از پسش گویم با نور بالای نور می شود. و خداوند به خاطر این جمله های زیبا شما را جنت داخل میکند، همون جنتی که چند جمعه شد الحمدلله که شما اطراف او سخنها گوش داریم. میگذاریم در اطراف این آیتی که الحال من برای شما خواندم از سوره مبارکه دخان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان المتقین فی مقام امین. پروردگار بیان میکند متقی ها چگونه که جمعه قبلا من گفتم جنت برای کافر و مشرک حرام است. الله هیچ وقت در جنت پرناز و پرنعمت، این جنتی که فقط آسوده حالی دارد، راحت دارد، خاطر پریشانی ندارد، این فقط و فقط حلال گرانیده است برای مؤمن ها، برای کسایی که از پروردگارشان میترسند. ببینین از خداوند میترسند. ترسیدن پروردگار این است که با تمام کوشش، با تمام هستی خود امرهای پروردگار را اجرا میکنند. الله بیان کرد به درستی این که متقی ها کسانی که از خدا میترسند.
همین جمعه که شما خوانده ایستادین دادرای عزیز، شما را چی به این جمعه آورد؟ ترس خدا آورده است. شما را پایبند مسجد چی میکند؟ ترس خدا میکند. 5 وقت نماز شما در مسجد میخوانین برای چی؟ از برای ترس پروردگار است. شما به زنا نزدیک نمیشوین که امروز برای زنا کردن گفتم بچهای کوچک 2 کرده است. زنا کردن همین قدر آسان شده است، این قدر گویم دخترها ناموس خود با اندک پول دنیایی فروخته ایستادند که عاقبت کو پشیمانی دارد، عاقبت کو اون نام اون زن دیگر ابدی گویم در تاریخ حیاتش با خط سیاه نویسانده شده است. فردا کو بچه‌های او را تنقید میکنند که مادر تو وقت داشته هم تا کوچگر بود. ببین شما بازم این قدر جوانیتان، بازم این قدر شرایطتان، شما به زنا نزدیک نمیشوین. به خاطر چی؟ به خاطر که شما از خدا میترسید. لیکن فراموش نکنید دادر عزیز، این خدا ترسی شما به نام پروردگار، به نام آن خدایی که هستی و نیستیمان در دست اوست، این ترسی خدا شما را جنت میبرد. شما اونجا انشاءالله آن ناز و نعمت‌های ده روبرو میشوین که در دنیا تمنا میکنین که کاش که من 200 سال حیات میداشتم و از ذات تو میترسیدم. ان المتقین فی مقام امین. پروردگار میگوید ما خدا ترسا را، آن کسانی که در دنیا از حرامهای من دور ایستادند، از ذات مرا نادیده از من ترسیدند، ما برای اونا مقام امین دادیم. ببینید جنت پروردگار یک وصفش امین است، آرامی. مقام میبرم، مکان میبرم که اونجا دیگر شما هراسان نیستین، شما نگرانی نیستین، دیگر بالای شما هیچ خوف و خطر نیست. حالا ببین در دنیا ما و شما دروازه ها محکم، ریشاتکه های تریزه ها همه محکم. بعضی ها ما باز گوییم که از روی نافهمی سگ ها داریم، در حولی ها من سگ ها من کشاده. بعضی دکان ها دا گوییم سیگنالیزاسیون میگن، سیگنالیزاسیون گذاشته. بازم این خوف داریم که یا این ساعت یا ساعت با بالای ما و شما یگان دزد است، یگان دشمن است، یگان راهزن است، یگان آدمی از خدا نمیترسیدگی بالای کودک و زن و فرزند ما و شما هجوم میکنه. ببینید دنیا جایی است که پیغمبر خدا گفته اللهم لا عیش الا عیش الاخره. این دنیا عیش هم ندارد. گفتم اینجا اگر 1 ساعت شادی داشته باشی، 10 ساعت دیگر غم است. اگر 1 ساعت گویم که کمتر خوشحال باشی، با چند روزی دیگر بالای تو فشار است، بالای تو غم است، بالای تو کشاکش است. مثلا در اینجا شما راحت نداره. همه راحت دنیا، همه راحت در آخرت است. گفتم پیغمبری خدا ببین مقام میبرم شما را، مکان میبرم که درهای خیمه های شما، درهایی که برای شما من قصرهایی که بنا کردم نه قلف دارد نه پاسبان دارد، شما آزاد بی پروا همراه عیال خود خوابیده و استراحت داره. مقام امین. پس برادر عزیز و گرامی، اینجا یک حکمت دیگر شما من ناگفته نگذارم. امن، آرامی نعمت است. در همین دنیایی که ما و شما هم حیات داریم، همین جمع امن در کار است، همین جمع امنیت برای ما و شما در کار است. همین جمع اگر ناآرامی باشد، ببینید چقدر احوال بد ما و شما را دامنگیر می شود، چقدر خاطرهای ما و شما مشوش، چقدر دیگر غممان بالای فرزندانمان زیاد که مبادا خودمان دیگر فراموش میکنیم، فقط غم فرزندانمان میخوریم. مقصد به قدر نعمت آرامی در همین جمع رسیدن در کار. نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. 2 نعمت هست که شما بنده های خدا به قدرش میرسین وقتی که از دستان میرود. یکی سلامتی، یکی آرامی. در بعض روایت ها بیکاری هم آمده است. یعنی آرامی نعمت است. چندین بار من برای شما بیان کردم برادر عزیز و گرامی، امروز ساعتهایی هست که کم کم امن از دست ما و شما رفته ایستاده است. کم کم. اگر هر یک چیزی که کم کم شد،
همون ذره ذره جمع شود عاقبت دریا بند شود. هر چیز اولش از همین کم کم سر می شود. همه کارهایی که میگویند عاقبتش زیست است از شوخی سر می شود. لیکن امروز کم کم میبینیم که امن الکی در بین ما و شما از بین رفته ایستاده است. ما و شما در بسیاری جور خودمانه همچون در امن تصور کردن نمیتوانیم، زیرا که گروه های زیاد امروز سر برآورده ایستاده است. و من برای همه شما بیان کردم دادر عزیز، کدامی تو اگر من تو نمیگویم که من از شما در به عقلم، من بیان ندارم که از شما در باز علمم زیادتر، مسئولیت دارم. فقط امروز منبر داریم، فقط امروز صدای من به گوش همه شما میرسد و فردا در پیشگاه پروردگار ما از حساب این میکروفون، از حساب این علم ناچیزی که داریم پیشگاه پروردگار در فردا ما جوابگر هستیم. به این خاطر من شما را میگویم که امروز تاجیکستان ما فقط و فقط مطابق و مناسب به مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. دادر عزیز، ما پایبند همین مذهب هستیم. من خودم به نام الله مقلد در مذهب هستم. من خودم گویم که آن چیزی که در کتاب‌های فقهی می‌بینم از حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و از پیروان مذهب امام ابو حنیفه به نام خدا یک وجب بیرون نمی‌روم. اگرچند که من در دیگر کتاب‌هایی که امروز از فقه معاصر هست خلاف مثال کتاب‌های فقه حنفی است، لیکن اونها را قبول ندارم. به قبول نکردن اونها هم گناهگار نمیشوم و در مذهبم بودنم این معنای گناهگاری را ندارد، معنای ضلالت هم ندارد، بلکه پیرو از مذهب پیرو از قرآن و سنت است. پیرو از مذهب دفاع قرآن و سنت است. شما خودی سخن ابو حنیفه را ببینین رحمت الله علیه، سخن من به قرآن و به حدیث چین کنین. اگر در قرآن و حدیث نیافتین به دیوار زده پرچه پرچش کنین. حضرت با یک زبان دراز بیان دارد که مقصد ای انسان هایی که امروز بعضی از شما مرا تحقیر میکنید، من آن شخصی هستم که از شما دیده از خدا زیادتر میترسم و از شما دیده زیادتر جستجوی در قرآن و حدیث دارم. به این خاطر امروز امن ما، آرامی ما، اگرچه ببینید 4 مذهب است، مذهب امام شافعی هم هست، امام احمد حنبل هم هست، امام مالک هم هست. اگر کدام تو پایبند این مذهب هم که باشین شما گناهگار نیستین، مقصد شما غلط هم نکردین. لیکن امروز برای ما افضل و ضرور و مطابق و مناسب فقط مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. زیرا در دیگرهاش که ما کمی عقل هامون کم است، اندیشه هامون سست است، ما فهمیش هامون که کم است، دنیا بینای دنیا گشتگی ما که کم است، ما را هر خیل فریب میدهند، ما را به هر خیل راههای نادرست آورده. حتی همین مذهب امام شافعی را در کار شاید به مذهب امام ابو حنیفه روبرو چق میسازند، اینش به اینش باور کن جنگ میکنند. الله بیان کردند دادر عزیز، فقط خاتمم همین است. ما حضرت امام ابو حنیفه را دوست بداریم و دوست داشتن او را برای هر کدام شما ما سنت میشماریم که ما باید دوست داریم و حق دوست داشتن هم داشتند. اونا حضرت تابعین بودند، صحابه پیغمبر را دیدند. در عقیده او یگان الحمدلله که آن عقیده هایی که گویم از همه بالا جزئیات نه، یگان شک و شبهه در اون عقیده ها نیست. همه اتفاق نظر دارن به عقیده که مثلا در فقه اکبر ما و شما اگر خوانید یا خود وصیت‌نامه حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خوانید. پس پروردگار چی گفت؟ یکی از وصفهای جنت برای ما کردن که من جای شما را میبرم ای انسانهایی که از خدا میترسین. کجاست؟
مقامی که امن دارد، آرامی دارد، هیچ چیزی به شما ضرر نمیرساند. فی جنات و عیون، پروردگار در دوام این آیتی مبارکه فرمود شما متقی ها را ما جنت میبریم که عبارت از باغ هاست، عبارت از چشمه هاست. مثل چشمه ای که ما و شما بسیارتر از یاد میکنیم سوره کوثر، به خاطر که سوره خرد است و از یاد کردنش تیزتر است. انا اعطیناک الکوثر، همین کوثری که در همین سوره مبارکه یاد می شود، این هم یکی از چشمه های در جنت است. الکوثر نهر فی الجنه حافتاه من الذهب مجراه علی الدر والیاقوت ماؤه احلى من العسل و ابیض من الثلج. ببینید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کردند آن کوثری که خداوند شما بنده های خدا ترسا روز قیامت در اطراف این کوثر جمع میکند و شما از این حوض کوثر آب می نوشید. حبیب خدا گفتند این نهری هست، دریایی هست در جنت که پهلوهای او گویم دیوالهای او از طلا ساخته شده است و این آب بالای یاقوت و بالای مروارید حرکت میکند. حالا شما آب همین دنیایی را در یک ظرف شیشگی گیرین، یکان ظرف زیبا باشه، در همین آب دنیایی را ریزید، اگر اشتهای آب نداشته باشی همون آب زیباگیش که میبینی در اشتهای آب میایی. الله هم همین بیان میکند که همین حوض کوثر، همین آبش که ماؤه احلی من العسل، آب او از عسل دیده شیرین تر است، از قیماق دیده ملایم تر است، از برف دیده، از شیر دیده سفید تر است. الله برای شما این چشمه را در جنت آماده کرده است. شما انشاءالله این وعده پروردگار است. الله شما را در اطراف این حوض جمع میکند. از این آبی که وصف او را من به شما کردم الله به شما می نوشاند. شما به سبب چی؟ به سبب که شما از پروردگارتان میترسید. الله بیان کردن شما در اطراف چشمه های جنت هستید، شما در زیر باغ های او استراحت میکنید که درخت های او را من برای شما بیان کردم. سایگی درختاش اگر ما در چیزی سواره حرکت داشته باشیم در 100 سالم سایگیش قطع نمی شود. الله در دوام آیت چی میگوید؟ یلبسون من سندوس و استبرق متقابلین. شما این لباس هایی که در دنیا دارین از طریق تلویزیون برآمد می شود که زنهای محترم، برادرای محترم، مالهای سینتتیکی را نپوشین که در بدنهای شما هر گونه زخمها پیدا می شود. مقصد از این متریال های دنیا همه وقت ما خوف داریم. اینها متریال هایی هستند که بدن انسان در این راحت نمی کند. لباس هایی هستند که فقط به خاطر آن که عورت های ما و شما را پوشاند، به خاطر که گوییم سفارش پروردگار است که شما بدنهاتان نپوشانین تا که دیگرها از بدنهای شما نگاه نکنند. و این خاطر ما هر گونه لباس ها را میپوشیم که اینها در ما و شما راحت نداره. ببینیم بعضی ها میپوشند بدنهاشون در خارش میدارد، خاریدن میگیرند. بعضی ها بدنها عرق میکنند. گویم هر خیل مشکلات این لباس ها در وجود ما پیدا میکند. پروردگار میگوید من برای شما ای جنتی ها این لباس هایی که دارین همه را خاک میگردانیم، ما برای شما لباسی دیگر تیار کردیم. ببین یلبسون من سندوس و استبرق متقابلین، ما برای شما از سندوس و استبرق ما برای شما لباس تیار کردیم. ما برای شما ابریشم های ملایم برای شما آماده کردیم که بدنهای شما در آنها راحت میکند. شما وقتی این لباس های زیبایی از ابریشم های ملایم وقتی در بدنهاتان میکشید، پروردگار گفت متقابلین، شما در همون تخت های بلند، در همون کرسی های زیبا روبرو می نشینین و با یکدیگرتان انس میگیرین، با یکدیگرتان صحبت میکنین. حتی شاید که از همین حال دنیا هم حکایه کنین که در دنیا چیها کارها بود،
در دنیا چی سخنها بود. مقصد شاید که از اینا هم شما در اونجا روبرو می نشینین، یکدیگر را می شناسین، با یکدیگرتان گفتگو میکنین. پروردگار در دوام آیات گفتند كذلك وزوجناهم بحور عین، ما شما را ای جنتی ها در جنت حورها نصیب میگردانیم. حور، ببینین بسیاری در روایت های بیهقی و طبرانی خواندم که میگویند حور از خاک خدا او را نه آفریده است. پروردگار حورهای جنتی را از بابای آدم و مام حوا آفریده است. این حورهایی که حور، مجاهد میگوید در تفسیرش، حورها که چشم انسان خیره که میکنند، سیاهی چشمش آنقدر سیاه است و سفیدی چشمش هم آنقدر زیاد سفید است. چشمهای درشت دارند، چشمها و زیباگی اونها که انسان، چشمهای انسان خیره که میگردانند، اونها را گفت حور عین میگویند. اونها را به این خاطر حور میگویند که وقتی انسان، آلی ما در دنیا یک زن میبینیم کمی از همین خیمیه ها استفاده کردن، همگی ما چی میگویم؟ آفرین، در حقیقتا زیباست. لیکن برادر عزیز و گرامی، در حدیث های پیغمبر خدا میگذرد که یک رویمال حور در بزرگی و در شرف و در قدر و در زیباگی از دنیا و آنچه در دنیا زیباتر است. یک رویمالش، حالی وصف چهره او، وصف نفس او، حالی این زیبایی که امروز ما و شما میبینیم، سحر از خواب خیزد ببینش، زیباگی شبت در سحر آدم مشاهده میکنه. او را در قد کوچه نه، سحر شما از خواب و یک بار ببینید. کنی همون زیباگی که در کوچه از حسابی داروهای خیمیه کرده بود، آیا همون زیباگی است؟ نه، حورهای جنتی زیباگیشان، روشناییشان، حتی رسول اکرم گفتن قسم به بزرگی خدا از آینه دم دیده رویهاشان روشنتر است. نفسهای اونها، نفسی که اونا میدمند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند اگر گفتند یکی از حورهای جنتی کفی دستی خدا، کف آیا همه دستی خدا نه، کفی دستی خدا اگر از آسمان به سوی دنیا در نمایش برارند، آفتاب در روشنی کفی دستی حور در خجالت میماند. شما ببینید یک کفی دستی حور که پروردگار برای شما بنده های خدا 72 حور میدهد، از اونم زیادتر میدهد. در خیمه های شما را جای میکند که اونجا دیگر انسان فکری آب نمیکند، فکری گاز نمیکند، فکری چراغ نمیکند. خیمه هست که از همه مشکلات خالی است. ببینید یک کفی دستی او وقتی از دنیا میگوید، از آسمانی دنیا برآورده شود، آفتاب در خجالت میماند از روشنی دستی او. حتی رسول الله گفتند اگر چهرش این حور جنتی از آسمان دنیا به سوی زمین نمایش دهد، قسم به بزرگی خدا روی دنیا روشن می شود و روی دنیا را بوی خوش حور فرا می گیرد. بوی خوش حور روی دنیا را فرا می گیرد اگر یک چهره مبارک خوش اگر در روی دنیا در نمایش برآورد. پروردگار این حورها را برای بنده های خدا ترسش آماده کرده است. شما را اینها استقبال میگیرند. وقتی شما به سوی خیمه ها اینا میروین، اینا دستی در پیش دارند، اینا به سوی شما تبسم دارند. حتی پروردگار در قرآن هم بیان دارد که در سوره مبارکه الرحمن است، حور مقصورات فی الخیام، حور مقصورات فی الخیام. پروردگار بیان میکند که حورها، آن زنهایی که ما در جنت برای شما بنده های خدا آماده کردیم،
زنهایی هستند که اونها فقط و فقط شوهرش دوست ندارد و خلاص. مقصورات فی الخیام، اونا پرده پوشی در خیامند، در خیمه ها. اونا بجز چهره شوهر دیگر هیچ چهره را دیدن نمیخواهند. اونا شوهراشون را دوست ندارند. اونا را حبیب خدا گفتن در 70 حله پیچانیده شدند. ببینید 70 جامه دارد. اون جامعه هایی که امروز از پخته ها میدوزیم، از دیگر نمودی متریال ها که یک تش پوشیدن برای مرد و خازن مشکلات میارد، اون 70 جامعه که پروردگار بیان کرد ما برای حورها آماده کردیم، اونا همچنانن که وقتی که شوهرهای اونا را نگاه میکنن، داخل باطن اون حور از بالای 70 جامعه چه است؟ باز نمایان است. حتی رسول اکرم گفتن مغزهای در ساق داشته حورها را شما میبینید، همون مغزهایی که در ساقهای پاشون دارد، اونا شما را خوب قبول میکنند. حتی ببینید حورها را که حورها آنچنان با مردها غمخوارند، آنچنان شوهرها را قدر و قیمتشون حفاظت میکنند، ولی زنها را قدر نکنند. شاید که فردا صدای من به گوش اونا رسد، شاید که یگان ثبتهای ما را در این باب گوش کنند، زیرا چندین تا شکایت کردند که شما نسبت زنها گویم که یگان سخنهای بالا میگویم، بازگشته میگویم. به نام خدا مادرای عزیز، خواهرای عزیز، آن چیزی که میگویم به فایده جان شماست. من اینقدر خلاصه دارم که شما شوهرهاتون احترام کنید. آیا این سخن نادرست است؟ همون شوهری که تو زمانی که برای تو نکاح کردند، تو در خانه دخترها و دوگانهای زیاد جمع کردی، خوشنود بودی که من فلانی را میگیرم. همون مرده که تو خوشنود بودی، در نکاح او راضی بودی، تو را مجبور نکردن، همون مرد حرمت کن. آیا همین سخن نادرست است؟ آیا همین به فایده جان نیست که تو فردا به خاطر حرمت شوهر جنت میروی؟ چی جای نادرستی است؟ چی جای ناقبول کردن است؟ ما در برابر این مردها را میگوییم که زنهاتون حرمت کنید، به قدر زنهاتون رسید. ببین آنقدر این حورها غمخوارن که حدیث ترمذی است، حدیث حسن است. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، از نام پیغمبر خدا هست که حورها چی میگفتن؟ لا تؤذی امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. ببینید همین حورهای جنتی، ولی در دنیا بسیاری مردای هستند که بیچاره شکایت زنهاشون دارند. بسیاری مردهای هستند که زنها را طلاق دادن به خاطر که 1 سال نیم سال بیچاره برای شکم زن و فرزندا و دولتهای دیگر رفتن، آمدن که زنها الک با مردهای دیگر اونا ساز گرفتن، اونا الک گویم در جایگاه خواه دیگر مردها در آمدن، یعنی خیانتی در شوهرهاشون کردن. این حورها از جمله اونا نیستند، اینا فقط شوهرهاشون را دوست می‌دارند، تبسم در شوهر میکنند، یعنی تمام نازکی های خدا، تمام آن چیزی که به فایده شوهر است فقط برای شوهر میکنند، برای دیگرها نمیکنند. پس میگوید حورها چی میگفتند؟ به سوی زنی که در دنیا اگر شوهرش غم میداده است، دقت میداده است، زبان درازی میکرده است، حقارت میکرده است، میگفتند لا تؤذی، تو شوهر تا آزار نتی، قاتلک الله. ببینید دعای حور از طایفه زن است. ویم حورها هم گفتیم خداوند از خاک نه آفریدشان، خداوند اونا را از پشت حضرت آدم و ماما حوا نکرده است، بلکه روایت ها میاد که اینا را خدا از زعفران آفریده است. اینها را پروردگار میگوید از مشک و از عنبر و از کافور آفریده است، که بعضی صاحبای تاریخ هم خدا رحمتشان کند یک کتاب در دستم بود، چند روز همون نگاه میکردم که از چاپ مولوی های زاهدان بودن، حورهای بهشتی،
که در همونجا بیان کردن که از قدم تا زانو از زعفرانند، از زانو تا سینه گویم از مشکند، از سینه تا گردن از عنبرند، خب از گویم گردن از بالاشان از کافوری سفید است. گفته همونا خدا خیرشان دهد از هر جا جمع کردن. مقصد اینا از زعفرانند، از کافورند و از دیگر چیزهای خوشبویی پروردگار برای ما و شما آماده کرده است. اونها زنهای دنیایی را میگفتند آزار نده، این شوهری که تو در نکاح داری قاتلک الله، خدا تو را قتل کند، خدا تو را هلاک کند. برای چی؟ برای که تو شوهر تا آزار بدهی. حتی خبرش میدهد. افسوس که این زنها صدای عرها را نمیشنوند، حتی گوشزدش میکرده است. فانما هو عندك دخیل. ببین دخیل به معنای ضعیف میاد، به معنای مهمان میآید. یعنی این شوهرها حورها میگفتند از داخل جنت و این زنهای دنیایی، این شوهرهایی که شما دارین اینا نزد شما مهمان هستند. ببین یوشک ان یفارقک الینا، زود است که شما را ترک میکنند، زود است که از شما جدا میشوند و اینا پهلوی ما میآیند. حورها حتی از جنت دیده، در همون جنت دیده غم ما را در این حیات میخورند، غم مردها را میخورند و نصیحت بر زنها میکنند. خواهرای عزیز، برادرای مهربان، هر یک حدیثی که از پیغمبری خدا من بیان میسازم پهلوهای دیگری ویم باید ما نظر داشته باشیم. ببینید مادرای عزیز، 70 جامه دارد پروردگار، حورها را وصف میکند به 70 جامه. مقصد به جامه ها ما اونها را آرایش داده، ما زینت داده، اونها را زیباگیشان همون جامه هاشان است، چشمه هاشان است، رخساره هاشان است. زیباگیشان این است که اونها به مردهای بیگانه نظر ندارند. اگر مادر عزیز و خواهر عزیز شما هم اگر همه تبسم خدا، چهره زیبای خدا، آن ناز و کرشمه خدا اگر در بالای شوهرهاتان هم کنین، خدا شما را نورانی میکند. به خدا قسم شما را پروردگار زیبا میکند. شما خنده را، شما تبسم از روی مردهای بیگانه کنین. شما دستاتان را در دستای اونا نگذارید، زیرا اینا با فایده جان شما نیست، اینا با ضرر جان شما هستند. حتی خداوند در قرآن یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، پروردگار بیان میکند ای فرزند انسان، یکی مبادا باز شما در حله و در نیرنگ شیطان نافتین. این شیطان آن کسی هست که این پدر شما را از جنت بیرون کرد. ببین کما اخرج ابویکم من الجنه، این پدر و مادر شما را از جنت چکار کرد؟ بیرون کرد. ینزع عنهما لباسهما، پروردگار بیان میکند. ببین عجیب جای نازکی او را پروردگار بیان میکند. میگوید این شیطان در حق فرزند آدم و مام حوا آنچنان دشمنی کرد که لباسهای اونها را از بدنشان کشید. ببینید دشمنی شیطان از همه بالاترینش پروردگار به چی بیان کرد؟ به اینکه لباسهای پدر و مادر شما را از بدنشان کشیدند لیوریهما سوآتهما، تا که عورتهای اونها را همه ببینند. وقتی عورتهای اونها را همه دید اونها شرمنده میشوند، اونها در پیشگاه خدا در خجالت میمانند. امروز ببینید لباسهای مادرای ما، خواهرای ما را هم همه وسواسهای شیطان از بدنشان بیرون کرد که امروز آزاد همه ما و شما هر جایی که فقط امروز ساعت آمده است که گویم موضعهای حساسی که در زنهاست کمی پوشیده از دیگر کل بدن اونا در بیرون است. هر انسان خواهد نگاه میکند میبیند. 4 چیز برای لباس زن ضرور است. 4 چیز. یکم تمام بدن زن پوشیده باشد مگر الا ما ظهر منها، پروردگار بیان کردند. مقصد همون موضع روی
یا موضع کف دست که و اطراف این کو خیلی سخنهای زیاد است، الا ما ظهر منها را خدا خیرش دهد. یوسف قرضاوی هم در کتاب حلال و حرامش از زبان چندین مفسرها و صحابه های پیغمبر هر خیل تحلیل ها کردند. مقصد روی زن اگر ظاهر شود، روی زن اگر تابد، یا دستی زن کفی دست اگر تابد، این از جمله گناهان نشماریدند. دیگر تمام بدن زن باید پوشیده باشد. یکم قاعده لباسی در زن، آنچه که خدا و رسول گفته است من همون میگویم. شما اگر اجرا کنین از جمله آدمای خدا تر شوین، انشاءالله همون مقام امینه که در آغاز من برای شما گفتم خدا برای شما آماده میکنه. زیرا شما زن دارین، خواهر دارین، کلین دارین، نوسه دارین و دیگر زنها در خاندان شما هستند. یکم تمام بدنش باید پوشیده باشد. دوم چیزی که برای لباس زن ضرور است این است که شفاف نباشد، تنک نباشد، که بدن او بدن نما باشد. زیرا روایت مسلم هم است من اهل النار کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا یدخلن الجنه ولا یجدن ریحها. بین رسول اکرم میگوید کدام زنی که در بدنش لباس دارد که بدنش میتابد و از بدن او دیگر گویم که یک پرازیت است، یعنی یک میکروب هست این که دیگرها را میگذرد. اگر این گونه زنها باشند، حبیب خدا الله که اونا را گفت جنت نمیروی، بوی جنت به مشامت نمیرسد. لباس میپوشی که بدنت میتابد. امروز شما میدانید دیگر که من را شعر ندهم، همت شکر خدا چشماتون کشاده است. همت آن چیزی که من میدانم از من دا بیشتر میدانید، از من دا زیادتر میدانید. دوم چیز لازم بوده است این بوده است که شفاف نباشد، یعنی بدنش نتابد. لباس باشد که بدن نما نباشد. سوم لباس تنگ نباشد. تنگ حالا ببینید این گویم که از فرهنگ و تمدن مردم غرب است، این از ما نیست برادر عزیز. آنقدر لباس تنگ میکند که تا که میان اون نمایان شود، تا که پیشای بری اون نمایان شود، تا که پایهای اون نمایان شود. ببینین باور کنین از شفاف دا دیده، از بے ستری دا دیده، تنگ پوشیدنش ناخوب است. این لباس های تنگ پوشیدن این گنده هست، این شهوت غریزش بیدار میکند. اینا رو به خاطر چی میکنه نکن؟ همش معلوم است، به خاطر که جلب مردا با اونا زیادتر شود. لباس تنک میپوشد که بدن او را بینه، لباس تنگ میکند که از پس او مقصد باید توجه باشد، اهمیت دهند. خب بے ستری میکند به خاطر هست که البته مردها با او شفته شوند، پایبند او شوند. چهارم چیزی که لازم است این است که مرد لباس مرد پوشد، زن لباس زن پوشد. ببینید 4 چیز در کار با ما. ولی امروز زنها را ببینید، ما که مردها را ندیدیم الحمدلله تا امروز لباسهای زنها را پوشیده باشند، لیکن امروز زنها لباسهای مردها را پوشیده هستند. کرته های مردانه، بروک های مردانه را پوشیدن، گویم که در کوچه ها سیر و گشت دارند. حبیب خدا لعنت کردند به آن زنی که لباس مرد می پوشد، مردی که لباس زن می پوشد. خواهر عزیز، به نام آن خدایی که جان تو در دست اوست، از این سخنان من برای تو ملال نآید. ولی من سختم نگفتم، حالا که سختم، سخنهای سختم وجود دارد، من که سخت نگفتم. فقط از تو از روی دلسوزی میگویم که الله از بالای 7 طبقه آسمان تو را به پوشیدن لباس امر دارد. اجرا کنی زود است که نزد پروردگارت میروی، در خجالت نمیمانی. اجرا نکردی از همین جنتی که من 10 جمعه اگر گپ زنم نعمتهای را پایان دادن نمیتونیم، از همین جنت محروم میشوی. پروردگار حورهای جنتی را با حله به جامه ها وصف میکند که اونا صاحب جامه هستند، مقصد صاحب لباس های زیبا هستند. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. انشاءالله که فرصت دیدار پروردگار نشید، من که این موضوع را تیار داشتم که دیدار پروردگارم در جنت برای جنتی ها موفق می شود، میسر می شود. اکنون خدا خواهد و برای ما و شما فرصت دهد جمعه آینده خدا خواسته باشد در اطراف دیدار پروردگار
من برای شما از آیات‌های قرآن، احادیث‌های رسول اکرم البته بیان می‌سازم. خلاص این موضوعی هست که خلاصه براریش همین است که ما اولا از پروردگارمان بترسیم، بعدا همیشه اشتهای جنت داشته باشیم و همیشه جنت دوست داریم. در حق من دعا کنیم که خدا همیشه ما را جنتش برد. و دیگر این که خداوند از آن حورهایی که در جنت آماده کرده است برای مادرها این بیان دارم که شما هم در جنت، پیغمبر خدا میگه از حورها دیده زیبا هستید. یعنی این زیبایی که خدا به شما میدهد به حورهای جنتی نمیدهد. لیکن وقتی که اگر شما آن مسئله را که من بیان کردم شما اگر پایبند او باشید، از پروردگار خواهان او هستیم که خداوند این ساعت عبادت از ما و شما قبول گرداند. بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. خدا این ثواب امر معروف و نهی منکر در نامه اعمال ما و شما خداوند کتابت فرماید. و بسیار برادرایی که از راههای دور و نزدیک که از دیروز همراه ما بودند، از سحر همراه ما بودند، مهمانها خداوند در قدمهاشان حسنات کتابت فرماید و همه گناهاشان خداوند مغفرت کند، با صحت و سلامت خدا به خاندانشان رساند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين.